دیگری البته تایید کردن صحبت من هم همیشه نگران این مسئله بودم و شما موافقم که من همچنان خیالم راحت نیست از امکان حمله به ایران همچنان باقی است و ما باید به قول شما هوشیار باشیم. آقای دکتر من نمیدونم چه جوری وقت میگذره، ما 5 دقیقه دیگه وقت داریم. این هستش که من میخوام این قول رو از شما بگیرم که چون هنوز خیلی مطالب موند که من دلم میخواست که از شما بپرسم، این قول از شما بگیرم که گرچه من در تگزاس هستم و دیگه استودیویی نداریم اینجوری که بتونیم پهلوی هم بنشینیم، ولی با تلفن دنباله این حرف رو و مطالبی که میدونم شما بهترین کسی هستید که جواب بدید، این قول رو بدید که من این شانس رو داشته باشم که با شما ادامه بدم این صحبت. خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستم. مسائل در حال غلیان و در حال تغییر هست. خط مشخص، تمایلی حرکت مشخص است. هم تو ایران در مورد این رژیم جمهوری اسلامی ما دیدیم و می‌بینیم، هم در مورد دولت بوش چینی ما می‌بینیم این مسئله رو. و این دو تا عامل خطرناک جهانی هستند که اساساً در مورد ایران به صورت اخص ویژه و در مورد جهان به طور کلی آمریکا مسئله عجیب غریبی است. درست. خدمتتون خواهم. بسیار ممنونم. تا برنامه آینده که با شما باشیم. خواهش می‌کنم. من در چند دقیقه آینده همیهنان گرامی چند مطلب رو میخواستم عنوان بکنم. یکی این که این عزیزان، من اسمشون رو گذاشتم آواره ترین آوارگان کمپ تیف در عراق، واقعا دیگه شما مطلب رو میدانید، من گفتم بارها، ولی بر روی اینترنت هم سایت های دیگه هم روی سایت کرد مطالب اینها، آخرین اخبار اینها گذاشته شده و هرچی از دستتون میاد عزیزان، از نظر انسانی این مطلب انسانی است. این که من با قشقاوی، آقای به نام قشقاوی صحبت کردم یا نکردم، من آقای قشقاوی رو اصلا اسمشو نشیده بودم، ولی در مورد رهایی یک عده انسان بیگناه من کاری با این که آقای قشقاوی که هست و چه فکر میکنه ندارم. به هر صورت این رو اشاره کردم که بر روی سایت چه باید کرد .com و سایت های دیگه مطالبی هست که اونجا وجود داره و این آقای ایرج مصداقی که کتابی نوشتن در مورد مسائل زندان، خاطرات زندانشون نوشتن، بر خود من ایشان چهرهشون روشن نبود ولی در مسائل روشن شد. اونجا برید مطالعه بکنید، با من هم تماس بگیرید. ضمناً سوالی از آقای دکتر بینا دارید، با من هم تلفن من رو دارید هم ایمیل من رو دارید، تماس بگیرید، من با آقای دکتر بینا مطرح میکنم، یا نظرات و مطالب دیگری رو که در رابطه با برنامه دارید با من در میان بگذارید و من به شما پاسخ میدم یا پیدا میکنم پاسخشو به شما میگم. مطلب دیگه ای که باید اشاره بکنم، هموطن بسیار عزیزی از فینیکس آریزونا نامه نوشته بودند به همراه $100 کمک مالی یا همراهی، من اسمشو میذارم، و همکاری با این برنامه. دریافت کردم ایشان اگر هستن پای تلویزیون بدانند که این مبلغ که فرستادن. عزیزان، من با صداقت عرض میکنم که تا عید نوروز این برنامه پاورجا خواهد بود، برای اینکه پیشاپیش من فکر مالی اون رو کردم و هیچ مسئله نیست. تا عید نوروز اگر برای این برنامه از حالا تا عید نوروز میخواید کار مالی بکنید یا همکاری بکنید احتیاج نیست، اما اگر بکنید من نگه میدارم اینها رو، حتی همین $100 رو برای از برنامه‌های بعد از عید نوروز که اگر میسر بشه ادامه پیدا خواهد کرد و اگر نشم ادامه پیدا نخواهد کرد و ضمناً پولایی که اگر بدید من جمله این $100 رو من پس میدم، برای اینکه من
عرض کردم وظیفم بوده این برنامه رو تأمین کردم از نظر مالی در 2 سال گذشته و تا عید نوروز هم تأمین شده. هیچ نیازی نیستش که شما اون رو به من باز پرداخت بکنید. اگر کاری میکنید برای از نوروز به بعد هست که این برنامه اگر بخواید پابرجا بمونه. عرضم به حضورتون آقای دکتر بینا علاوه بر این که در این برنامه لطف کردن و با من بودن، بر روی سایتشون که اگه من بخوام آدرس بدم بسیار طولانیه چون سایت دانشگاهیه و دانشگاه این سایت رو میذاره، نتیجتا الان لطف کردن اتاق فرمان روی صفحه تلویزیون گذاشتن. این سایت رو برید و مقاله های آقای دکتر بینای گرامی رو و ریسرچ هاشون و کارهاشون رو اونجا بخونید که بسیار اطلاعات دست اولی وجود داره که برای شما جالب خواهد بود. ولی همانطوری که گفتم همکاری ایشون دادن و من هم با ایشان همکاری خواهم داشت در برنامه‌های آینده. من وقتم به پایان رسیده، گرچه مطالب دیگری هم وجود داره، اما با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. امیدوارم دیگه عیب فنی پیش نیاد، همه مسائل برطرف شده اشکالات، و از پنجشنبه آینده از تگزاس از اتاق کوچکی که دارم و با اون دوربین قرازه به شما سلام خواهم گفت و با شما خواهم بود. امروز جلوی این دوربینا و این تشکیلاتی که تو کانال 1 هست من واقعا احساس حقارت میکنم که در مقایسه با آنچه که من در تگزاس دارم. روز و شب شما عزیزان خوش. آقای دکتر بینا شما هم اگر مستقیما میخواهید خداحافظی با همیهنان بکنید بفرمایید. من بسیار ممنون و متشکرم از این موقعیت که پیش آمد. مهندس حسیبی بودیم و اساساً توانستیم یک نکته‌گویی بکنیم و با هموطنان گرامی در تمام نقاط جهان مخصوصاً و به ویژه ایران و مبارزین و دانشجویان ایرانی یک حداقل روبرو بوده باشیم، گوییم که این روبرو هم الکترونیکی بوده است. بسیار بسیار محسوس شدم، بسیار خوشحال هستم. شب روزتون بخیر. روز شبتون